یک. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان عزیز. اومدیم با یه دفاعی شخصی دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم. مهاجم با دست موافق دست بنده رو گرفتم. سنسی شهرام عزیز دست من رو گرفته. تکنیکای قبلی رو بهتون گفتیم که تکنیک جدید. بلافاصله که دستم رو گرفت یک همزمان با این دستم میاد کنار صورتم، این دستم هم حرکت میکنه و میچرخم. بعد توی این حالت نگشت. اینجوری من بخوام اینا هم کنم خیلی راحت میتونم هر جایی که دوست داشته باشم ببرم. حالا شهرام یه خورده قدش بلندتره، یه خورده براش سخت‌تر هم شد، ولی اگر اندازه خودت باشه خیلی راحت میتونی همجوری برایش حملش کنی و هیچ وقت هم نمیتونه خودشو آزاد کنه. دوباره بریم آروم. بلافاصله دست من رو که گرفت یه بار سریع میرید برو. یک دو سه. به همین راحتی میتونی اینجا مهارش کنید. اگر خواستید میتونید میشم از همون بری پایین به این دستشو گرفتن و همینجا میتونی اینو نگه خیلی راحت میتونی اینجا نگهش داری، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی و خودشو میتونه آزاد کنی. خیلی خوب.